یک دانه توصیه نامه از استادتان باید داشته باشین. توصیه کننده باید پاسخ دهنده باشه. این خیلی مهم است. بعضی دوستا توصیه نامه یا ریکامندیشن لیتر از یک استاد میگیرن ولی متاسفانه او استاد هیچ وقت ایمیل خود چک نمیکنه. مشکلی است وقتی شما برای داد روان میکنین، داد حتما با اینمی نفرها به تماس میشه، ریفرنس چک میکنه، چک میکنه که حتما شما همین موتیویشن لیتر را از همین استاد گرفتین و واقعا این تقلبی نیست. به اون صورت یک بار امروز از این استاد به تماس میشه و استاد باید جواب بده. آدرس رسمی در موتیویشن در ریکامندیشن لیتر خیلی مفید است. مثلا شما از دانشگاه کابل فارغ شدین، باید اونمون لیتر هیت داشته باشین، باز اونمون نامه‌ای که استاد داده اونجا آدرس داشته باشه که در کجا نوشته شده. این خیلی مهم است. محتوای توصیه نامه چگونه باید تنظیم شود؟ البته شما توصیه نامه را طوری تنظیم کنین که حمایت کنه شما را در جایی که شما ادعا کردین. مثلا شما در موتیویشن لیتر خود گفتین که ما اینی کار را انجام دادیم و اینی دستاورد ما است. در توصیه نامه باید کسی دیگه مثل استاد شما تایید کنه که واقعا اینی نفر این کار انجام داده. مثلا شما میگین ما در وقتی که فارغ می شدم من اینی تحقیق را انجام دادم، در دانشگاه اینی تحقیق انجام دادم و از این تحقیق فلان استفاده ها صورت گرفت. اینالی باید کسی باشه که اینمی رو تایید کنه. مثلا بر شما استاد شما نوشته میکنه که بله فلان نفر با ما یک تحقیق انجام داد یا یه رقم آدم است که تحقیقش اینی خروجی ها یا آوتکم داشتن و اینی قدر مفید بود برای اجتماع. این باید تایید کنه. بعضی کسا هستن که وقتی ریکامندیشن لیتر نوشته میکنن فقط صفتا را سرهم میکنن که فلان نفر پانکچوال است یا وقت شناس است یا فلان نفر بسیار هارد ورکینگ است. اینا بسیار صفتایی هستن که خوب است در صورتی که شما جستیفیکیشن یا دلیل بیشتر داشته باشین. بر اساس شواهد و مدارک اگر گپ بزنین. اگر سند و شواهد و مدارک نباشه باز در اون صورتی صفت‌ها هیچ کارآمد نداره. اگر شما بگین هارد ورکینگ هستین میخوا هر کس ادعا میکنه که من هارد ورکینگ هستم، ولی شما اگر کارهای هارد ورکینگ را انجام دادین چگونه انجام دادین؟ در توصیه نامه باید استاد شما این موضوع تاکید کنه و تایید کنه و یک مثال دقیق باید بزنین که در فلان قسمت مثلا فلان نفر در وقتی در یک ماه فلان مقدار تحقیق انجام داده یا اینی انکشاف را به وجود آورده. یک چیزی بسیار فوق‌العاده باید باشه. امی توصیه نامه یا لیترتان، نمی لیتر است یا نامه است، سرورقی داشته باشه، مهر رسمی داشته باشه، امضا و تاریخ